سلام و وقت بخیر. تو این ویدیو میخوام مطالبی در خصوص ساختار سیماکس‌های مورد استفاده در صنعت آسانسور رو با هم یه مروری داشته باشیم. سیماکس‌های فولادی که برای تعلیق یا همون آویزون کردن کابین و وزنه‌ها تو آسانسور استفاده میشه، دارای یه ساختار استانداردن. در خصوص ساختار این سیماکس‌ها میتونم بگم که در کل هر تناب فولادی از 3 بخش تشکیل شده. همونطور که تو این تصویر میبینیم، قسمت اول مفتول یا رشته‌های ریز هستن که ما بهشون وایر میگیم. قسمت دوم اسفندها یا رشته سیم‌هایی هستن که از مفتول‌ها ساخته شدن که این اسفندها به طور مارپیچ حوله مغزی پیچیده شدن. و قسمت سوم هم همون مغزی هسته یا همون کور ما هستن که اسفندها رو حول خودش نگه میداره. این هسته تقریبا میشه گفت که ستون اصلی تنابهای فولادی هستش و بین اسفندها فاصله و گپ میندازه و از ارتباط مستقیم بین اسفندها با همدیگه که باعث افزایش فشار و فشار مضاعف درونی میشه جلوگیری میکنه و باعث میشه نیرو بین اسفندها به طور مساوی تقسیم بشه و در نهایت تنش برابری داشته باشند. خب حالا با توجه این نکته و اهمیت هسته بیایم انواع هسته رو بررسی بکنیم. به طور عمده ما دو نوع هسته در حوزه کاربری آسانسورها داریم. اولی هسته های فیبری که به اختصار بهش FC یا همون فایبر کور تو صنعت گفته میشه و دومی هم هسته های فولادی که به اختصار بهش IWRC ها یا همون Independent Wire Rope Core گفته میشه رو تو صنعت داریم. اولی که هسته های فیبری هستش، خودش دو نوع فیبر طبیعی که به اختصار بهش NFC یا Natural Fiber Core رو میگن داریم و فیبر مصنوعی یا همون SFC که مخفف Synthetic Fiber Core هستش رو داریم. جنس مغزی‌های طبیعی معمولاً کنف هستش و جنس مغزی‌های مصنوعی معمولاً پروپیلن و پلی استر هست. حالا در خصوص این که بین دو نوع SFC و NFC بدونیم کدوم بیشتر به کار ما میاد، باید بگم که به طور کلی سیمبوکسل‌های با مغزی کنف که مغزی الیاف طبیعی هستن روغنکاری و قابلیت روانکاری بیشتری دارند، اما اونایی که از الیاف مصنوعی استفاده میکنن هم پایداری بیشتری دارن و هم در شرایط آب و هوای خاص به خصوص شرایط مرطوب عملکرد بهتری از خودشون نشون میدن. مزیت این سیمبوکسل‌های هسته فیبری هم این هستش که به نسبت نرمتر و دارای خاصیت الاستیسیته بیشتری هستن که باعث میشه خیلی منطبق‌تر روی شیارهای فلکه بشینن. اما در خصوص نوع دوم که سیمبوکسل‌های با مغزی فولادی یا همون IWRC ها هستن، تو این سیمبوکسل مغزی سیمبوکسل خودش سیمبوکسل فولادی مستقل هستش. خب این باعث میشه به خاطر اینکه مغزی هم فولادی هستش مساحت فلزی کلی سیمبوکسل بیشتر بشه و در نهایت و در نتیجه در مقابل یه نیرو و بارگذاری ثابت نسبت نیرو به سطح مقطع که همون تنش ما هستش مطابق فرمول تنش که به صورت سیگما مساوی F بر روی A هستش، نیرو تقسیم بر مساحت، تنش در سیمبوکسل کمتر بشه و به تبع این سیمبوکسل‌ها نسبت به اونایی که مغزی کنفی و مغزی الیاف فیبری دارن توی بارگذاری برابر انبساط و افزایش طول کمتری پیدا کنه. میزان محاسبه افزایش طول تو سیمبوکسل هم از روابط تنش کرنش به دست میاد که فقط جهت دید گرفتن فرمولش به صورت تنش بر روی E یا هم مدول یانگ هستش. از این سیمبوکسل هم بیشتر در آسانسورهایی که سرعت بالاتری دارن یا ارتفاع مسیر زیاد هستش مناسبه که استفاده بشه. البته یه نوع ترکیبی این دو هستش که بعدها بررسیشون میکنیم. امیدوارم این توضیحات نسبت به گسترش دیدگاهتون تو حوزه آسانسور و این حوزه کمک کرده باشه و سعی میکنم توضیحات تکمیلی رو تو ادامه براتون داشته باشم.